سلام به همگی بچه ها. یه داستانی دیشب اینجا اتفاق افتاده، میخوام براتون تعریف کنم. ما دیشب یه کارگر افغانی آوردیم اینجا ساعته 12:01 اینجا رو رها کرده رفته. صبح اومدیم بهش گفتیم که چرا اینجا رو ول کردی رفتی. میگه که اینجا ارباب جن داره. نمیدونم این چی دیده، ولی خب یک مقدار اینجا من بعضی از چیزها رو میبینم، یک شبه هایی دیده میشه. الان من یه 4-5 ساعته که اینجا منتظر شدم و اومدم ببینم واقعا این چیزی هست یا نه. بعضی وقتا یه اتفاقات اینجا میفته که ما هر که رو میاریم، هر کارگری رو میاریم، شب اینجا یه به اصطلاح تا ساعت 1 و 2 اینجا رو رها میکنه و میره. الان اومدم من امشب اینجا نشستم ببینم واقعا چیزی هست. یک مقدار ترس وجودم رو گرفته. میخوام بلند شم یکم دور بزنم، یک صدای این طرفا دارم میشنوم، برم طرفش ببینم چی هست. شما با من باشید، بریم ببینیم چی هست، ببینیم واقعا چیزی هست یا نه. ولی خب یک مقدار وجودم رو ترس و وحشت گرفته. امیدوارم که چیزی نباشه و اشتباه کرده باشم. یک صدای همهمه داره میاد، خیلی ترسناکه و واقعا نمیدونم، تو این اتاق هم من میترسم برم، خیلی خوب نیست و یک اتفاقاتی میفته که بعضی وقتا واقعا آدم وحشت میکنه. این کارگر ما میگه که دیشب اومدم اینجا خوابیدم، وقتی که پتو رو دادم روم دیدم یه چیزی داره اینو از روی من میکشه پایین. تقریبا خواب و بیدار بودم. میگه بلند شدم یه لحظه، یعنی متوجه شدم که یه چیزی داره حرکت میکنه و جلو پای من هست. سرمو میگه از زیر پتو بردم بیرون. بعد از این که چند بار پتو رو کشیدم بالا و دیدم یک چیز بسیار وحشتناک و خیلی ترسناک جلو پام بوده. طور جیغ زده بود که صداش تا دور و بر رفته بود. یه چیز که کسی نبوده و این حالا هر موجودی بوده، جن بوده، هرچی بوده، فرار کرده بود و رفته بود. خودش هم بلند شده بود و از اینجا رفته بود و برنگشت تا ساعت تقریبا 10-11 ظهر که اومد و من بهش گفتم چرا رفتی و برام این داستان رو تعریف کرد. الانم تقریبا ساعت 1 شبه و من یک مقدار حالا وهم ورم داشته، فکر میکنم که یک چیزی هست، چون ما هر که رو میاریم اینجا شب اینجا فرار میکنه میره و کسی شب تا صبح اینجا نمیمونه. حالا چی هست من تا حالا به اون صورت ندیدم، ولی خب یک صداهایی از اطراف، خصوصا اطراف این اتاقی که اینجا هست به گوش میرسه که واقعا ترسناکه و من فکر میکنم که این وجود حالا جن، حالا یا هر چیزی که میگن واقعی. اگر که میخواید جن رو احضار کنید، کافی که یک مقدار آب رو بریزید روی آتش و اسم خدا رو هم نباید بیارید. من میخوام حالا این کار رو انجام بدم و یک مقدار نمک هم باید داشته باشید که اگر ترسیدید اونو روی آتیش بریزید تا اون غیب بشه، یا بسم الله بگید تا این به اصطلاح جن که حالا اگر ظاهر بشه دوباره غیب بشه. و واقعا بعضی جاها ترسناکه و وجود داره این چیزا و من که واقعا حالا تا الان هر کارگری آوردم اینجا این ترسیده و اینجا رو رها کرده رفته. یعنی نصف شب که میشه اینا بعد از که میخوابن این به اصطلاح حالا جن حالا یا اون هر چی که هست میاد سراغشون و باعث میشه که اینا خوابشون به هم بریزه و بلند میشن فرار میکنن و از اینجا میرن. این خاطره بود که حالا اتفاق افتاده. تا الان نفر 5م 6م بوده کارگری که من آوردم اینجا و فرار کرده و اینجا رو رها کرده رفته. اگر که شما واقعا نمیترسید بیاید
یک شب اینجا نگهبانی بدید و هرچی خواستید من بهتون میدم. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. بچه‌ها یه لایک هم بدید، خستگیمون در بره. ممنون، خدا نگهدار همگی تا یک داستان دیگه.